آیا تربت الحسین تو همین اوضاع کرونا شفا میده؟ سخت‌ترین بیمار کرونایی را من خودم یکی من 33 روز به دستگاه وصل بودم، فقط تربت امام حسین نجاتم. بعد از اینکه تمام اطباء جواب کرد، از نظر علمی و پزشکی گفتن هیچ بازگشتی برای ایشون نیست، ریه 98% خراب شد، 2% من ریم باقی مونده. دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم، خودت زحمت کشیدی، وای وای آرام دستت درد نکنه، آرام احسن ممنونتم. احسن